که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم تابع قطر مطلقه. ابتدا باید تعریف قطر مطلق رو بدونیم. خب قطر مطلق، اگر قطر مطلق علامتش اینجوریه به صورت دو تا خط صافه. قطر مطلق یعنی یه عبارت رو میگیره مثبتش رو تحویل میده. یعنی مثلا این عبارت به جای x -2 باشه، قطر مطلق -2 میشه 2. یا اگر 2 باشه خب خودش مثبت میشه 2. یعنی عدد مثبت همون رو تحویل میده. اگر منفی باشه منفی رو میده بیرون، مثبت منفی رو میده بیرون. که الان مثلا -2 رو به صورت مثبت داده بیرون، شده 2. حالا یه سری قواعد توی این رابطه وجود داره که باید بدونیم. یکی مثلا بخواد به صورت ضابطه بنویسی قطر مطلق x رو، مثلا به ازای x های بزرگتر از صفر میشه این عبارت، و وقتی که میخوایم x های منفی به ازای کوچکتر از صفر باشه باید منفی این عبارت بیاد بیرون، یعنی منفی x. پس شد چی؟ پس شد یک عبارت قدر مطلق یک عبارت وقتی که اون عبارت از صفر بیشتر بشه خودش میاد بیرون، اگر از صفر کمتر باشه منفی اون عبارت میاد بیرون. همونجوری که مثلا الان اگه -2 باشه منفی 2 میاد بیرون که میشه مثبت 2. نمودارش هم بخوایم بکشیم اینجوری میشه. به ازای صفر که میشه صفر، به ازای 1 میشه 1، به ازای -1 میشه بازم 1. یعنی به ازای 2 میشه 2، به ازای -2 میشه بازم 2. پس اینجوری میشه. حالا ما یه سری سوالات داریم که طرح میکنیم، حلشون میکنیم. میخوایم جواب معادله 3 قطر مطلق x منهای 2 به اضافه 5 قطر مطلق 2 منهای x مساوی با 12 x به اضافه 10. گفته به ازای مقدار x بیشتر از 2 جواب این معادله رو به دست بیارید. خب ما الان x بیشتر از 2 یعنی چی؟ یعنی اینجا مثلا 2.5، پس این مثبت در میاد، پس خودش میاد بیرون 3 در x منهای 2. خب عبارت دوم قطر مطلق اینجا وقتی از 2 بیشتر باشه، مثلا 3 باشه، میشه -1، پس باید این عبارت منفیش بیاد بیرون. یعنی 5 ضرب در -2 منهای x مساوی با 12 x به اضافه 10. خب اینجا 3x منهای 6 به اضافه. خب اینجا منفی در مثبت ضرب میشه منفی، میشه 5 2 تا 10 تا، یه منفی هم که اینجا داریم در منفی ضرب میشه مثبت x با 5x مثبت به اضافه 5x مساوی با 12x به اضافه 10. خب اینجا x با 3x و 5x میشه 8x، 6 و 10 منفی 6 با 10 میشه 4 مساوی با 12x به اضافه 10. خب الان 8x رو میدیم اینور، 10 رو میدیم اونور. خب 8x اینور مثبت میره اونور میشه منفی، 12x منهای 8x میشه 4x، 10 اینجا مثبت میره اونور میشه منفی 10 با 4 میشه 6. پس x مساوی با 6/4 یا 3/2. یه سری خاصیت ها توی تابعهای قطر مطلق داریم. خاصیت اول اینه که مقدار خروجی قطر مطلق همیشه بزرگتر مساوی صفره، که اینو تو قبلش هم گفته بودیم. هر مقدار قطر مطلقش بخواد بیاد بیرون یا صفر یا بیشتر از صفر.
مثلا قدر مطلق 2x به اضافه 5 مساوی با 0. خب این عبارت چون خواست صفره، قدر مطلق رو میتونی برداری چون صفر خودش میاد بیرون. قدر مطلق رو برمیداری، 5 میره اون بر، 2x مساوی با منفی 5، x مساوی با منفی 5 2. حالا اگر همین عبارت به جای صفر منفی 2 داده بود، جواب چی میشد؟ خب میگفتیم جواب نداره. چرا؟ چون قدر مطلق هیچ وقت منفی نمیشه. یه خاصیت دیگه که داره اینه که این عبارت وقتی میخواد بیاد بیرون رادیکال x به توان 2، وقتی میخواد به اینجا فرض 2، این 2 با این 2 ساده میشه و خود x میاد بیرون. ولی چون به توان 2 رسیده، اینجا قانون اینه که باید قدر مطلق x بیاد بیرون، چون ممکنه x اینجا منفی 2 باشه. مثلا منفی 2 بذاری جای این، میشه منفی 2 به توان 2 میشه 4 که 4 رادیکالشو که میگیریم میشه 2، در حالی که عبارت اولمون منفی 2 بوده ولی اینجا شده 2. پس باید قدر مطلق اون عبارت اول بیاد بیرون. این رابطه ها اینا رو باید به خاطر داشته باشین، توی مثال ها ازشون استفاده بکن. حالا سوال داریم 5. خب الان ما این سوال داریم، گفته به ازای x بزرگتر از 2. خب وقتی به ازای این مثال گفته x های بزرگتر از 2، x بزرگتر از 2 یعنی این الان مثلا 3 بذاریم منفی در میاد، پس باید 5 منفی 2 منهای x به اضافه. خب این باید به صورت تابع چی در بیاریم تا بتونیم از زیر رادیکال درش بیاریم. خب ما گفتیم اینجوری میتونیم، یه روش اینجوریه که ضربش بشه 4 و جمعش بشه منفی 4، یعنی منهای 2 جمعشون میشه منفی 4، ضربشون میشه 4. خب در واقع x منهای 2 ضرب در x منهای 2 میشه x منهای 2 به توان 2. خب رادیکال هم بیارش مساوی با 2x به اضافه 10. خب اینجا 5 ضرب در 5 2 تا 10 تا منفی میشه منفی 10، منفی در منفی مثبت 5x به اضافه اینجا 2 با این 2 فرجه میره و قدر مطلق این عبارت میاد بیرون. خب قدر مطلق این عبارت الان 2 بزرگتر از x بزرگتر از 2، پس این عبارت مثبته، پس قدر مطلقش حذف میشه، خودش میاد بیرون مساوی با 2x به اضافه 10. خب الان x به اضافه 5x میشه 6x، منفی 10 و منفی 2 میشه منفی 12 مساوی با 2x به اضافه 10. خب 2x رو میبریم اونور میشه 4x، 6x منهای 2x میشه 4x، منفی 12 میره اونور میشه مثبت میشه 22. پس x ما میشود 22 چهارم یا 11 دوم. یه خاصیت دیگه داریم، قدر مطلق x ضرب در y مساوی با قدر مطلق x ضرب در قدر مطلق y. این عبارت های جور حفظی هم باید توی مثالات کار ببریم تا کاربردشون رو متوجه بشیم. خب
حالا سوالا مثالا رو چند تا مثال براتون میزنم. یه دونه قانون دیگه هم هست که مثلا قدر مطلق x بخواد جواب بیاد بیرون میشه منفی مثبت x، چون ما نمیدونیم که الان x مثبت منفی اینا، پس میتونه اگر چی باشه هم منفی باشه هم مثبت. اگر مثلا منفی باشه میشه منفی x، اگر مثبت باشه میشه مثبت x. حالا اینجا چه جوری کاربرد داره الان توی این مثال براتون میگم. x منهای 2 مساوی با 5. این x منهای 2 عدد. خب الان ما الان مثل این x منهای 2 میشه مثل این عبارت، باید بشه منفی مثبت x. یعنی چی؟ یعنی x منهای 2 مساوی با منفی مثبت 5. حالا ما یه بار مثبتش رو در نظر میگیریم، x میشه 7. یه بار منفیش رو در نظر میگیریم، x میشه منفی 3. این توی اینجور مثال ها کاربرد داره. این مثال دیگه x به اضافه 4 منهای 2 توی قدر مطلق مساوی با 5. خب الان این عبارت میشه x مون، وقتی میاد بیرون میشه قدر مطلق x به اضافه 4 منهای 2 مساوی با منفی مثبت 5. خب الان این منفی 2 رو میبریم اونور، میشه مثبت 2. میشه با این که جمع بشه اگه مثبتش بگیریم میشه مثبت 7 و اگر که منفیشو بگیریم میشه منفی 3. خب الان قدر مطلق این باید بشه این دوتا. خب قاعدتا منفی 3 که نمیشه عبارت قدر مطلقه که منفی 3 نمیشه، پس میشه 7. پس می نویسیم قدر مطلق x به اضافه 4 مساوی با 7. حالا دوباره این بخواد بیاد بیرون باید چیکار کنیم؟ می نویسیم x به اضافه 4 مساوی با منفی مثبت 7. یه بار مثبتش رو در نظر میگیریم، 4 میره اونور، میشه 7 منهای 4 میشه x مساوی با 3. یه بار منفی 7 رو در نظر میگیریم، میشه x مساوی با منفی 11. الان ما یه مثال میزنیم 2x به اضافه 4 قدر مطلق بزرگتر مساوی 6. خب الان جواب این اینجوری میشه، یا 2x به اضافه 6 بزرگتر مساوی منفی مثبت 6. خب الان این عبارت یه بار مثبتش رو در نظر میگیریم، 2x به اضافه 6 میشه مثبت 6. خب 6 و 6 میره، میشه 2x بزرگتر مساوی 0. یعنی x بزرگتر مساوی 0. اگر x رو 0 بذاریم اینجا، اینجا ما یه مثال داریم 2x به اضافه 4 توی قدر مطلق بزرگتر مساوی 6. خب الان یعنی ما بیاریم عبارت بیرون، بزرگتر مساوی منفی مثبت 6. خب یه بار مثبتش رو در نظر میگیریم، 2x به اضافه 4 بزرگتر مساوی 6 که میشه
2x بزرگتر مساوی 4 میبریم اونور میشه 2 و تقسیم بر 2 میکنیم میشه x بزرگتر مساوی 1. خب یعنی مثلا 1 رو بذاریم تو این رابطه میشه 2x 2 1 2 تا و 4 تا 6 تا. خب هم مساوی این جواب میده. مثلا اگه 2 بذاریم میشه 2 2 تا 4 تا و 4 تا 8 تا، از 6 بیشتر، پس جواب میده. حالا به ازای منفی 6 2x به اضافه 4 منفی 6. خب الان 4 میره اونور میشه منفی 10. 2x بزرگتر منفی 10. پس x بزرگتر مساوی منفی 5. خب حالا منفی 5 رو مثلا بذاریم توی عبارت بالا میشه منفی 5 ضرب در 2 میشه 10 منفی 10 به اضافه 4 میشه منفی 6 که توی قدر مطلق میاد بیرون میشه 6. پس دوباره جواب درست میاد. پس یه x به بزرگتر از 1 داریم و یه x کوچکتر از منفی 5 داریم. جواب معادله میشه این دو. ما میخوایم الان در مورد تابع چند ضابطه‌ای صحبت کنیم که به صورت به طور مثال f اگر این x باشه توی یه حلقه تابع f ازش گرفته میشه f(x) و اگر تابع g از f(x) گرفته بشه میشه g f(x). این بهش میگن تابع چند ضابطه‌ای، یعنی یک ضابطه و دو ضابطه ترکیب شدن با هم. اینجا دو تا فرمول داریم که دامنه، حالا ما دو تا عبارت داریم، دو حالت f g(x) داریم یا همون f o g و یه عبارت f g f(x) یا همون g o f. خب این عبارت ها معمولا سوالا به یه جوریه که میگن دامنه f o g یا g o f رو به دست بیاریم. فرمولاشون اینه، این دوتا رو باید حفظ کنیم کامل، چون سوالات رو بر اساس اینا میشه جواب داد. این دوتا رو باید حفظ کنیم کامل که بر اساس اون، حالا توی مثال بعدی که میزنم اون دو مثال حلشون میکنم بر اساس اینا چطوری میشه. سوالاتی که از این مبحث داده میشه اکثرا اینجوری هستن که میگن f o g رو حساب کنید، مثلا یه رابطه f مساوی با 2x به اضافه 1 مثلا میدن، g هم مساوی با رادیکال x. به شما دو تا ضابطه، دو تا فرمول میدن و یعنی f و g رو به شما میدن، شما باید f o g و g o f به دست بیارید و دامنه این دوتا رو به دست بیارید. پس ضابطه شون رو باید به دست بیارید و دامنه به g x. خب یعنی به جای این x، به جای این g x، یعنی اینجا به جای این x ها میایم g x که این عبارت رو میذاریم، یعنی دو تا رادیکال x منهای 1 منهای 4 به روی رادیکال x منهای 1 به اضافه 1. این میشه f o g. g o f میشه g f x، یعنی به ازای این عبارت g x باید توی عبارت xش باید f(x) رو قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی رادیکال 2x منهای 4 به روی x به اضافه 1 منهای 1. خب حالا میخوایم دی جی او اف رو به دست بیاریم. دی جی او اف میشه x عضو دی اف باشه. دی اف چی بود؟ دی اف آر منهای منفی 1.
به طوری که دی اف که 2x منهای 4 به روی x اضافه 1 از 1 این عبارت از 1 باید بزرگتر بشه. دی جی باید عضو دی جی باشه، یعنی شامل x بزرگتر از 1 بشه. خب حالا 2x منهای 4 به روی x به اضافه 1 بزرگتر مساوی 1. خب طرف این وسطین میکنیم 2x منهای 4 بزرگتر مساوی x به اضافه 1. x میره اونور میشه 2x منهای x میشه x، منفی 4 هم میره اونور میشه مثبت 4 میشه x بزرگتر مساوی 5. خب ما اینجا داشتیم r به غیر از کل، یعنی کل عبارت ها به غیر از منفی 1، یعنی فقط اینجا تو خالی بود. خب تو این عبارت هم x بزرگتر مساوی 5 داشتیم. خب مقدار مشترکشون میشه از 5 تا مثبت بی نهایت، یعنی دی جی او اف مساوی با مثبت 5 توی کروشه تا مثبت بی نهایت. حالا اگه بخوایم مثال بعدی که قرار حل بکنیم، f x مساوی با x به اضافه 1 x منهای 1 به روی 2x به اضافه 5 و g x مساوی x به روی x به اضافه 2. خب الان به ما گفته f o g و g o f رو به دست بیاریم و دامنه هر دوتاشون. خب الان f o g میشه f g x، یعنی تو عبارت f به جای این x باید از عبارت gx استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا به جای x می‌نویسیم x به روی x به اضافه 2 منهای 1 دوتا این عبارت 2 x به اضافه 2 به اضافه 5. خب این میشه f o g. حالا g o f میشه g f x که میشه، یعنی به ازای f g x توی e به جای xش این عبارت رو باید برداریم، f x رو باید بزنیم جای ما، یعنی x منهای 1 به روی 2x به اضافه 5 به روی x منهای 1 به روی 2x به اضافه 5 به اضافه 2. خب این عبارت g o f و f رو به دست بیاریم. خب دو فرمول x عضو دی اف باشه. دی اف چیه؟ دی اف آر منهای منفی 5 به شرطی که اف ایکس یعنی ایکس منهای 1 به روی 2x به اضافه 5 عضو دی جی باشه. دی جی چنده؟ آر منهای منفی 2. خب اینجا یعنی که x منهای 1 به روی 2x به اضافه 5 ما میگیم من نباید منفی 2 باشه، ما مساوی منفی 2 قرارش میدیم تا اون x به دست بیاد که بگیم اون x نمی باشه. خب حالا طرفین وسطه میکنیم منفی 4x منهای 10 مساوی با x منهای 1. خب 4x رو میبریم اون ور میشه 5x مساوی با منفی 10 این ور، اینم 1 میبریم اون ور میشه مثبت، میشه منفی 9
میشه x مساوی با منفی 9 پنجم. خب یعنی x 9 پنجم نباید بشه. پس ما اینجا آ رو داریم که توی عبارت اول گفته منفی 5 دوم نمیتونه بشه و بعدی هم گفته منفی 9 پنجم نمیتونه بشه، یعنی این دو عبارت خالی و بقیه آرها میتونه قرار بگیرن. دیه حالا دیه اف او جی رو میخوایم به دست بیاریم. میشه x عضو دی جی چی میشه؟ دی جی میشد آر منهای منفی 2 به شرطی که جی x میشد x روی x به اضافه 2 عضو دی اف باشه، یعنی عضو آر منهای منفی 5 دوم، یعنی هر عددی میتونه باشه غیر از منفی 5 دوم. خب ما میایم برعکس x روی x به اضافه 2 رو مساوی با منفی 5 دوم قرار میدیم تا اون x به دست بیاد و اون x رو حذف کنیم. طرفین وسط میکنیم منفی 2x مساوی با منفی 5x منهای 10. خب 5x رو میبریم اون ور میشه 7x مساوی با منفی 10. x مساوی با منفی 10 هفتم. پس میشه r یه منفی 10 هفتم داریم و یه منفی 2. این دو عبارت نمیشن، این تو خالی، بقیه r شامل.